خیلی خوش اومدی، بفرما بشین. همین هنوز نرسیده؟ داداش احساس نمی‌کنی به اون دختر یکم کوچولو نزدیکی؟ آخه خیلی فاصلتون نزدیک بود، به خاطر همون سناریو کاملا قابل پیش بینی شد. حالا چرا رنگت پریده؟ نه چیزی نیست، میخواستم یه چیزی بگم ولی یه ذره داداش ریدی حمید اینجا وایستاده، الان هر چی بگه قرار حمید اون یه چوب میاره هم پشت میکنه تو کون. استرس دارم. وا داداش، استرس واسه چی؟ مگه من غریبم؟ میدونم دوستم داری، همیشه با هم خوب رفتار کردی، منتظر بودم یه چشمه بهم نشون بدی، ولی دیگه طاقت ندارم. مشی به اون نمیگن طاقت، یه چیز دیگه است که حالا بعدا بهت میگم. بعد اینکه داره بداری خوش نشون میده یعنی اینکه دوستت داره، یعنی خدا وکیلی اون چوب بخواد بکنه تو کونت هیچی، این ساعت هم بذار بیاد بکنه تو کونت، یعنی هر چی بکنه تو کونت تو کمه. گسکی میخوام باهات باشم. چی فکر کردی راجع به خودت؟ اگه تو الان اینقدر آدم حسابت میکردم فکر میکردم بهترین رفیق شوهرمی. منو باش که فکر میکردم او قضیه ناموسی شد، خود حمیدم اومد. الان با چه شوقی قراره با رفیقی که مثل داداشمه همدیگه رو بغل کنیم. نمیدونستم قرار صحنه پیشنهاد دادن به زنمو ببینم. یا خدا! یعنی اوج ریاکشن این داداشمون این بود که یا خدا. الان تو فکرش این میاد که قراره بیاد بغلش کنه که به زنش اومده پیشنهاد داده. خب حداقل برو اون چوبو بیار از الان آماده کن که بخواد بکنی تو کونه. تو مگه نگفتی همین هنوز نرسیده؟ داداش غلط کردم. داداش گوه خوردم. نه زن بچه‌م فقط. نه به زن و بچه‌ت نمیگم، چون مقصر خودم هم که به تو نکبت اعتماد کردم. تو اگه رفیق بودی وقتی خونه نیستم اصلا داخل نمی‌اومدی. نه اینکه حمید جان غیرتت منو کشت، اصلا برد منو تو ابرا. و اینکه حداقل یه فوشی میدادی. آخه نه کتک زدی، نه یه فوشی دادی. آخه فوشه رو هم باید میدادی، یه چی پرت میکردی، یه کار میکردی، حداقل میگفتی به زنت به سره رو میزد. یعنی غیرتت منو برد ابرا. خواستم بگم دهن تو، دهن کارگردان، دهن تهیه کننده، دهن ادیتور، دهن همه تونو